میفرماد الذکر ذکر الاول من المذکور، ذکر اول از مذکور شروع میشه. تو به یاد امام حسین میفتی، اول این امام حسینه که به یاد تو افتاده، شما بعداً به یاد امام حسین میفتی. اول این امام حسینه که به یاد تو افتاده، این امام حسینه که به یاد تو افتاده، شما بعداً به یاد امام حسین میفتید. کی تصمیم گرفتی 40 برم؟ محرم بود، عاشورا بود، بعد محرم بود، از قبلش گفتی. کی؟ اون وقتی که گفتی امسال برم. چی گفتی اون وقت پیش خودت؟ نه بذار امسال برم. لحظه قبل از اینکه اینو به خودت بگی یا آقایی با یه صدای نازنینی در گوش قلبت زمزمه کرده امسال نمیخوای بیای. اگه پیش خودت گفتی نه باید برم، من هر سال میرم، باید برم، اصلا تصمیم گیری نداره، همون لحظه امام حسین در گوش تو قبلش گفته که فلانی تو که دیگه میای دیگه.